او کوکایرم بود بیا چای بخور. یک کوکای بیا چای بخور. کارت زیاده؟ این بگارتی بیمانی؟ این میمانی که دوستام شیر کردیم. دوستا شیر کنی دیگه. آره دیگه. باش که. یعنی شیرنی. چی پختنه؟ میشم چی برنامه داری ها؟ معلوم نیست. برنامه است. چی قراره؟ آره دیگه دوستا ببینه آخرش تا آخر را. فعلا دوستام سلام کنیم. دوستای عزیز سلام. امیدوارم خوب و جور و صحتمند باشین. در هر گوشه و کنار دنیا کسین یک زندگی خوش آرام داشته باشین. دوستای عزیز امیدوارم که همه‌شون خوب باشین. هر کس که ویدیوهای من ساینا میگه. دوستای عزیز امروز میمانیم در خانه خو. میگه باش پدرنوید یک سلام کنه بعد ما قدر سمدم. پدرنوید یک سلام بیدله. سلام علیکم دوستای عزیز. انشالله که جور صحتمند باشین. میگه امشب یک برنامه داره که اولودا نمیفهم که باش که اولودا مور میموک میکنه. میموک ده خانه ازمو. دیگه نمیفهم که چی جور نه و چی جور نه دیگه ما مادر نوید این شیشتیم چای مخوریم دیگه اونا زده کم داره نمیفهم که ما به اصطلاح داور است دیگه. نه دوستای عزیز این برنامه قدشمو شریک کنم و در میان برم. دیش آب میتونست قصه آمد که ما چی غذا خوشمزه پخته کنیم یک دفعه از دانش بوندم شک تشکر بگیم. بازو موش گفت ما خوب پختن، موش گفت ما خوب پختنم، بچه خسرم گفت ما خوب پختنم، خسایه گفتم خوب پختنم. بین یک روز پخته کنیم گفت صبح بیگا رخصتیه. موش گفت ما پختن، موش گفت ما پختن. بینال اینیم بیگا 3 دانه داور 3 دانه آشپزه موقت پدرنوید داوری دیگه وا پختنه دیگه. بین بیا نویتون بیا سیتون بیا بیشی سلام بیدیل بیخ پدر بیشی علت دوستان سلام بیدی دیگه. مو کسته مو داورایی دیگه آشپزا کسته در آشپزخانه دیگه. قدشمون شیرنی که 3 دانه آشپز 3 رقم غذا پختنه که چی پختنه و چی رقم پختنه. باز شموم در کومنت که ویدیو سایکن پلیس در کومنت نوشته کن که امی آشپز که برنج پخته ده دو خوب آشپزه یا آشپزی که دیگه چی پختنه؟ یکش فکر دو پیازه گفت چی گفت؟ آره مطرح گفت نه چی گفت کرایی جرنه. یکش گفت کرایی پختنم دیگه. بوده ما چی خاک رو گفت دور گفت پختنم. پانیپوری اولا زیاده مرا بو باشین دوستا دیگه. شما باز در کومنت نوشته کن که گودم از این آشپزا دیگه خوب سلیقه داره. تا خوب ظرف که خوب منظم، در ظرف در قاب در غوری کسی که کدام آشپز مقدر منظمه چی های جور نخنج غیش نه دیگه. مور میموک ده دیگه. مو میمانی نه آره میمو هستیم داور هستی داور هستی دیگه. این بیگاه دیگه بخش از مو چی میدی که قدر خوبش پخته کنه. نوی جانم سلام میدی، آسی جانم سلام میدی. یک فیکشم سلام کد بعد. Hi guys, welcome to my channel and don't forget to subscribe. آفرین. سلام دوستا، خوش آمدید. نوید مادرم. امروز ما داوری داور یعنی ما امروز آشپزار انتخاب میدی کدامش خوب آشپزه نه؟ از 3 دانش 1 دانش پیک منیم. 3 دانش نه توخ نیست کدامش خوشمزه نه؟ دوستای عزیز جایشم خالی باید قدمو چای بخورید. انال باز ما چای خوردم باز شما رو در آشپزخانه دربین رو در آشپزخانه شما برد در آشپزخانه سعی کن که یکشی سالاد جور نبر فعلا یکشی یا دیگه پختن معلوم نیه دیگه. بیزنو خیلی زیاده دیگه. فکر کنم امی بچکو قدر بیکاره خداییش هم بچکو قدر بیکاره. او سانس کلاب پلاستیک نداره. این میت جست گرفته میریم. این میت مانده. این مارکس هم با اینجا و دیگهش کشیده برده. هر چیز کار داشته اونمور برده و دیگهش اینجا مانده دیگه. اینی کسته ام در کار اینجا آشپزای نگش نیشه موکش نه در کار اینیست باش که نفر بعدی دیگه جایه. یعنی دیگه آشپز
آشپزخانه نامنظم است خیره، به خاطر که وقت آشپزی کل چیز کل جای تیدو باده دیگه. نفر بعدی سلات جورنه. سلات به نظر خوشمزه میرسه. نمیالم اینجا یک نمره رو ما میدیم. زیاد زحمت میکشی خوشمزهش نه. یک دانش اینجی یک آشپز اینجی برنج دم کده تا دم مونده. پیاز توتک ده بانجان توتنه. دوستای عزیز یعنی آشپزخانه پایین از ما دیگه تو لوکس نیه دیگه. اون میگه یک داش ماندگیه سمو داش استفاده دیگه. اینیم کسته لاله از مویه. لاله از مو گرز بانجان قیلنه دیگه. این بیگازن برار خرمی موگده دیگه. نامنظم است خیر. غیر آشپزی کل جای تیدو باد است. پانی پوری رو چی بالا میگونو را موادش قد دوستا چی نو نماز ملغرا ساكن چنان خاصه تو نماز بور خو ما فبورم کی موادای کی بیا الله شکر. پانی پوری رو جورنه 3 دانه مرچ تازه، گشنیز، 2 دانه سیر، دیگه ساسی پانی پوری دیگه. ایره ماشین نه دیگه. این مساله چیه؟ مساله پانی پوری چیکن چاپ مساله چاپ مساله چیکن چاپ مساله. اینش هم هست مساله. این دیگه مساله چیه؟ از این کست سر از این چیش هم میندازه سر ساشی دیگه. نیم کچالویشه. نیم کچالو رو که رندک ده پیازه. این پیاز هم ده سرش رندنی؟ نه قیلنی؟ خواه میگه دوستای عزیز آشپزا کسته کل چی کسته نو آشپزه و تقدر آشپزای قوی نیه. دور باش که تید پوره که خیرش ما زیاد بد نکن. یعنی سودار کردم دیگه. تنوش جمع نکدم ده یخچال نیشتم چون وقت نشده. هم دیم از بازار تم دیم نو یک چای خوردیم دیگه. رفتم امیار برش اینیار رفته خریداری دورده. این نان چه؟ اینی نانی پوری از دکان این دو خریداری ده از تاج محل. عزیز گشنیز قیلک ده دیگه. پیاز قیلنم بخاطر سری کچالو. آشپز کجا رسته؟ الان تازه شروع کردم. پیاز گوشت تازه انداختم باشه که سرو میشه. خب یکم سرخ کنم که بوش گوش نه. خب پیاز قد گوشت انداخته. باز بخیره ادامه داره دیگه. ادامه داره تا آخر شه. باز بدونید که چرا کم داره. خب یعنی هم بانجان و مرچی تازه باشد که بخشید باید جور دیگه. منتظریم دیگه. از دیگه نفرات دیگه کم من که خلاص شنه دیگه. دست درد نکنه که امشا بخشید مو غذا پختنی. از یک تو ده کار رفتیم و پستک نخیره امشا رو دیست پخت دستور بخوری. خب مزدار خب دست درد نکنه. خب دیگه برم ده پالوی دیگه اش بس تو تندر ادامه. خب سرشی پودر زیره انداختی، پاپریکا پودر، مرچ سیاه، نمک دیگه. اینی مسالهش انداخته دیگه. از این شد خلاص دیگه. منده که اینی ساش جور کنه.
خیلی نه. وقتی نان شده آره. خود دیگه شد پخته شد باش نی اما چی میشه پدر تو باش نی تو چایی باید خودت مون نان بکنی اشتغلی ما نزدیک بشیم وقتی داوری صدا بشنه نه نداره بله مام بچه نمیاد نه باید کمک کنم باشید ها نه. شما میرین خب باید شما ما هم دیگه خوب سهی میگوییم خیر کننگم یا ما دقیقه را هیچ دندسی نکن این که خوبشی نان پختک ده آفرین آره نان پختک ده کنه داوریم نه آشپز یک دن آشپز این قشنگ پختک ده این قشنگ همون سیک نوی جان ویدیو میگره این سیست باش سلاد زده چی رقم است تو پیشتر قدر پشت لای کی این خبر خوب شد دیگه تو جالی را کشمون شد میگه خب اینی سلاد کسته سلاد برنج کسته از یک دن آشپز دیگه خب باید بچه چی خرم سو بیرو نمیجا خلقه یا خل مرج مش سیاش تو زور دیست میشه اینش برده واسه باید بچه برین ده بیرو که آشپزار خدایم بگاه امور بیدیه که دم از من راست کده نه چرکم پختک بشک برنج مات خو اینی سلاد کسته لای پدر نوید سلاد برنج کسته از یک دن آشپزه خب اینی ساس و پانه پوری میگه چی میگه خانه پوری میگه پانه پوری میگه از دیگه آشپزه خب اینی قورمه کسته از دیگه آشپزه اینا بیرین دیگه یک دفعه اول کامرت نزدیک بیره یک دنیشیم کامرت بگیریم باید بچه من میت خوب از نزدیک دیگه دست درد نکنه لالای جان تشکر بیا بشه بیا لای اونجا بیشی سان متو بیگر حالا قابارم بریم متو بیگر دست سرمزی چی بیگر پنه پوری بیگر پدر اینجا بشو. نه اون تر بول بشه پاکت میشه بشه نه بیش کاکا بیشی کاسه اینا لینیر که باشد که حالا بیا که مزایش رو چک کنی ایر میگره خوی نیر کم خو بودن نمیتونی اینجا ما فلو. سوسه پرنه پانی پورین میگره این داخلش یعنی مسالش شیونه نه ساس شده این ایر کم منه یار چیز اقدام از یک لغمه نمیرخم آقای دارمش یک نامه دوم بار نمیشه دیگه نه دیگه بازی را از نزدیک باید نشون دید ما در دوستان نشون دیم پکدون چرا مثلا چیزی بیرن قاشوش خیلی خدا پیچه ورده قاشوش ریزم زنج بیدله این چیز این داخل از این پورنه مواد های شده بیا بیشی بیا بیش بچیش بیا دیگه اما تو بیا یعنی جای به چینی تو شنده باید شنده خیلی تو بیشه دیگه قرار بشه یعنی تشن خو بعد از دوی سرشی یعنی چیش هم شونه ساشی بازم کش نمیره بچه یک دنه باریخ رو بگیرم پدش دادانشی چکنی پاک نه پاک تو نمیشه نه خو اینا لزدیش که مزاک دی مینال کاکا جان تو مزاک کن خب اگرش پیشتر مزه کردم خب بازم یک دفعه دیگه امروز چکنی مخوری یا نه خیلی ها قشنگه چکنی تو بهش ما کمک بیده سرش پارت والله مزه داد ما کمک خودت پرت یکی این مات مزه داد واقعا مزه دارنده بود من خیلی زیاد گرفتم خب
خب از این نمرش پورا بده بخوریم دیگه میخواه نه ما خوردم مزه‌دار بود ولی اون کل چیش نرماله ما- نماک موچ تمامش ما نرماله ورا نه حرکت نشد که ورا از او دیگه سولاخ خورم پر کنم خب همزی پر کدیش مخورم که میاسوه هریم تیاره دیگه بچیم تون بخور قاب میده یعنی باید بچهشم تون چه قاب بیدی باید قاب نه مخوردم باید بخین قاب رو باید بخین قاب رو باید باید بچیم قاب رو بخین چه باید اینا نوبتی آسنا دا قاب رزا بده حالا یه ردم جدا مزه کنه حالا خورمار بخور کنه ها ما بشه چیخ بیلم بلده کی هستیم اینا ولی میگم ما بعدا نمی چست نرسیم میگه آره این بیگا تا چست میرسی حالا ایمیل مزه تا یک دنی دیگرم بخور کاکای بیگر کاکای تو مزه کس کدام شدن در مخوری نظر دمش مخرج که حالا این نمرش پورا بیدی ها مزه دار بود نه اوستا یک دنی دیگرم بخورم معلوم خانم نمرش چند بگید چند؟ 18 از داد خواهد 5 آیا لیلا آلش تو کم دادی من حالا اینا پورا نمره چنده؟ در بیدی نه؟ آره دیگه ده خب این برنجه دی برنج باید سلات چی بخوری دیگه یه وازه از این مرچ از این اتفاق خوردن من قدر موش داشت که به نهایت خود تو کرمه رو تندر که دوستا شیر کن قرمش هم مزدار معلوم میشه مقصد یک کس نرمال است مرچ زیاد او قدر زیاد نیست خب حواسه بود قدر بیگا دیگا بخین چه پرموش چه در نظر من نرمال معلوم میشه دیگه شما خود گنج تو مزه کو کاکای خوش مزه بختک بخور قاچوق بریم پوشت نیستم از توشت بچیم توشک شکل قدر سخت اما توشک مشک خوش نمیم مادی بریم ها؟ دیگه از این پرتم خب ریپرت ما بسرم خودم بشه فتن خب از این نفر برنج ولی چند بیدی خب در نظرت نمیار نمرش پورا بدی دیگه تفهم اگه بیگای دیگه امیت بختک مور بیدی رشوت خوری نمیشه باید قدر بگی باید بخین چیک رقم نمره بدی باش ما میش مزه کنم بس ما میریم اصلا سلات مخور بچن حالا ما خورمه رو میفهمیم قبیرین خوش نگم خورمه رو شده گاهی قنان خوش دارم ما قبلان بخورم بسم الله الرحمن الرحیم حالا گو بسم الله کردید چی نان خورد یا نان روشتین سمدم ادی بسم الله خورد اینی تو وطنه که قدیس مقصد ما هیچ نفهمیدیم این برنج را مزیش چه رقم بوده مصطفی الله معلوم میشه مصطفی هم تو یک داوری کن خیر اینجی ما خوش نمیدم ها به چند دلیل ها یکی برینش خیلی قشنگ دانه اصلا دیگه نه دیا خراب نشده شلا نشده رنگش قشنگ هم ده مزیش هم شما نه دست بخین چیم درد نکنم بخین چی خوش مزه بختگن خداییشه thank you دست چیم درد نکنه که ولی ما در این نتیجه رسیدیم که بخین یک از دیگه قویتر پختک دین
که تو در این نتیجه رسیدی که ما در این نتیجه رسیدم که همین آشپزای ما ورق شده آره ورق شده. میام میتونه که یک روز بخشی خیر نان پخته بدونه در یک جای بره، در یک اتاق بمونه، مثلا در یک جای نه فامیل پالوش نزدیک نباشد، میدونه دیگه کنه نان پخته بیکسی کنه. بیدی پدرشو مورد فهمیدی؟ پدر شیرم بید خب آره میتونه که نان پخته کنه. همی سر بوجی برینج بسته نمومنه دیگه. آره سر بوجی بسته نمومنه و بالاخره میتونه که بخشی پخته کنه و بخوره. خب دست بخینش درد نکنه نه؟ از بخینشم تشکر. جهان سپاس که زحمت کشیدین. زیاد زحمت کشیدین. اینار مو پدر نوید مطمئن شده که اولادای از مو آره ما اول فکر میکردم که یا نه میتونه که یک جای بره همون نان پخته که خورده بیتونه. ولی در این نتیجه رسیدم که میتونه که نان خود پخته کنه. دور برخی چند نفرم خدمت بیتنه. آره نان دیده بیتونه، 2-3 نفر دور برخ نان دیده بیتونه. آره مو کاکای میشه میگه که اون کاکای سپارم که لوبیا پختم. تو یک لوبیا پخت دوریات کردم تو لا یک موریات کردم. نه این خوشمزه پخته داشت درد نکنه خوبم لیوابدار خوبم خوش رنگ و خوش مزه. نه وقت مزهش خوب است، بسیار خوب است. میگه ما خوش مونده، ما وقتش خوش مونده. دیگه دست بخینچم درد نکنه. تشکر دیگه. بخینچم خوشمزه پخته کن. آره. دیگه دوستاری سالان از دیرستیک باید دوستارم. دوستای عزیز اگر دم کسایی که نزدیک است میتونه قدم ما اگر همینج بیایم مو مطالعه خیر باید نان بخوره. اگه کسای دور است دیگه شما دیگه خدا یارشون دیگه شما دیگه همیشه کوشش کنیم که اولادایشم یا خوار یا برار بخشش وقت بیدیه نه شید همیشه آدم وقت میدن نتیجه رستم باید همیشه بخش برار بخش خوار بخش اولاد وقت بیدیه دیگه مسئولیت های دجی چی بیده کم کم از کم کم بیده مسئولیت دجی چی شما اینی کار کو تو اینی کار کو تو اینی کار کو اگه اوت نکنه یا مو تو تر خورمه. آره باید بفهمم که مدار کو زندگی در چی رقم است در قدم نمیخوام پخته میتونه یا نمیتونه. آره باید بخوام پخته میتونه نمیتونه چی رقم است. دیگه اینا خدا شکر مطمئن شدم که اولادای میتونه که صاحبی دکاسش نه. ان شاء الله. مطمئن شدم که اولادای خام خور پختنه و اگر گو میموم در خانهش بوره امو خانه والا امو میموم خیر امو خانه والا امو در خانه گو کس بوره امو خانه والا خیر نه امو تر مصطفی بمین شکسته در مرور زمان اولای بیگرن زیده ما وش مثلا توره شد سنی خوردوش بو بخش جانی خیره بگر بچش بگر مرکنو من دید نگفتم بخور نبگر شیوک ما زیاد رفت سکتا شد شیوک مطای بگر از این شیوک بخور اسکول می بیگم لاچه از مقدر مزایمت نرسو و رئیسو میم بگر دوستاره دیگه بخش نگه زیاد دوستای عزیز دیگه ما بدم روی زیاد مخوری مقصد چی میشه؟ بعد نه دوستای عزیز ما نشجانیم دیگه جایشون خالی دیگه همیشه اولادای از ما کرتی کرد اگر پتی کرد اگر برنج کرد اگر خلقت زیاد تشویق کنیم که زیادتر خوشمزه پخته کنیم زیاد خوشمزه پخته کنیم واقعا این بیگم ما بگیم جای تعریف نیه خوشمزه فقط یک سالات چه کم ذره مرچ زیاده نه مرچ زیاد چه این مرچ خیلی زیاده برش این مرچ کسه در بعض وقتا کسه زیاد تون نیسته بعض وقتا کسه این مرچ دلمه وریه بعض وقتا کسه این دفعه بسیار تون بده این نمیفهمه که آدم چی رقم کنه که بدر گلو تون نبیه ما خودگون میام کسی تون غذا زیاد خوش داریم مرچ خوریم نه مرچ خور هستیم اون یک سالات چی مرچ کم زیاد شده دیگه هم قرمه گوشت خیلی خوشمزه ده نماگ و مرچ کلش یک رقمه نه تون نیه اون دیگه امینی نام سی زیاد مرفت پاناپوری او تو بدنمود نام داره پانی پوری اونو نام شی اونو پانی پوری اون مو خوشمزه ده دیگه نماگشی تمام مسالهش هم یک رنگ دیگه دست همهشم درد نه. دوستای عزیز امیتی گفتم که هر کس برندش زیاد خوشمزه پخته کرد دیگه مبریم یک روز دوچال ده بیرون مبریم میانان میدیم دیگه ده خشکی از خوچی آیسکریم خانه رفت مبریم دوچال گفتم مبریم نه دیگه تو لوکس دوچال کنیه نه اوچال نیست بخاطر اوچال افغانیانیه دیگه می
چیه هتل رو باز کرد دیگه چیزای خوب نیست دیگه برگر مرگره دیگه تو قابلی پلاو و چلاو و ملاو ترانیه دیگه نه دیگه امو خوشم زیاد دیگه برگر مرگر است اینا لی بیا یا بیخین خوشمزه پختک دیگه بیخین زیاد هتل برده نمیتونی دیگه ما بگیم یک دنیش خدر خوشمزه پختک دیگه تو هتل برم نمی بیخین خوشمزه پختک طاون از مم نشنه طاون از مم نشنه یا دیگه ایتی چه باد نشنه نه آره نه خوشمزه خداییش نه خوشمزه بود چی بود آره یک فاز نزدیک پیش باید نشوب دیگه قورمه را که کاکای پختک ده خیلی خوشمزه پختک ده هم خوشمزه هم خوش رنگ است خیلی خوش رنگ خوشمزه پختک ده دوستای عزیز شما سعی کن که بیرون خوشمزه معلوم میشه قورمه خوشمزه معلوم میشه یا یعنی خیلی نمیشه پانیپوری آره یا می خوشمزه معلوم شد دکمه نوشته داردم خوب پخته نکرد شما نمره بدین ما که نمره دادیم بخین چرا از دادیم بخین چرا از 100% دادیم دیگه نه دیگه شما چند نمره میدین دیگه ما این بیگا ما پدر نویدم راحت شیشتیم دیگه یا آشپزی دارده دیگه وقت چند دوستای عزیز نمیگیرم موفق کامیاب باشین همیشه انت جمع شیم مثل مول جمع باشه دلتون خوش باشه فکر شما آرام باشه دیگه شب روشم خوش بگذره خداحافظ دوستای عزیز خداحافظ شب روشم خوش خداحافظ